محقق هواپرست. شما به جای اون نگاه کنید کتاب تفسیر قرطبی که از ائمه شما و بزرگان شما هست، وقتی به همین آیه ضرب الله مثلا للذین کفروا میگه مثل ضربه الله یحذر به عایشه و حفصه. خدای عالم از این آیه مثال که زده، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة، برای شما عرض کنم نوح و لوط، این در حقیقت تعریض است با عایشه و حفصه که با پیغمبر مخالفت کردن حین تظاهرتا علی رسول الله، هر دو هم پیمان شدن علیه پیغمبر. شما مراجعه بفرمایید تفسیر امام قرطبی جلد 18 صفحه 302 ببینید که ایشون چه داره. بینندگان محترم، در این کلیپ شخصی به نام یونس از ترکیه تماس گرفته و به آقای قزوینی گیر داده سوال می کند کسی اتهام به عایشه بزند حکمش چیست؟ ابتدا آقای قزوینی میگوید مرتد است، اما در ادامه وقتی تماس گیرنده میگوید که علی ابن ابراهیم قمی فخانتاهما را به عایشه ربط میدهد به خاطر اینکه آقای قزوینی از مخمسه بیرون آید. میگوید در تفسیر قرطبی تحت همین آیه به عایشه و حفصه اشاره شده است و طبق معمول به خیانت علمی دست زده و قسمت اول روایت را که به ظاهر با عقیده فاسد او همخوانی دارد ذکر نموده و از ذکر قسمت دوم روایت ابا می‌ورزد. امام قرطبی رحمه الله در تفسیر آیه 11 سوره تحریم از یحیی بن سلام روایت نقل می‌کند که ایشان فرمودند قوله ضرب الله مثلا للذین كفروا مثل ضربه الله يحذر به عائشة وحفصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب لهما مثلا بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران ترغيبا في التمسك بالطاعة والثبات على الدين. این فرموده الله تعالی ضرب الله مثلا للذین كفروا مثالی است که الله متعال با آن عایشه و حفصه را از مخالفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌ترساند، هنگامی که در برابر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همدست شدند. سپس با بیان مثال زن فرعون و مریم بنت عمران آنها را در پایبندی به عبادات و پایداری در دین تشویق می‌نماید. برای توضیح این قول مختصراً به آنچه در سبب نزول آیات سوره تحریم مفسرین اعم از سنی و شیعه ذکر نموده‌اند اشاره می‌نماییم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معمولاً چون از نماز عصر برمیگشتند به ازواج مطهرات سر می‌زدند و در این میان چون ام المؤمنین زینب بنت جحش برای ایشان شربتی از عسل آماده می‌نمود، نزد ایشان بیشتر می‌ماندند و از آن نوشیدنی می‌نوشیدند و این امر سبب شد که عایشه و حفصه رضی الله عنهما از روی محبت همسری با هم چنین اتفاق نمودند که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حجره ایشان بیایند به ایشان بگویند از شما بوی مغافیر نوعی صمغ استشمام می شود و به این علت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم قسم یاد کردند که دوباره نزد زینب رضی الله عنها عسل نمی نوشند و آیات سوره تحریم نازل شد. مراجعه شود به تفسیر ابن کثیر جلد 8 صفحه 160 و 161، تفسیر قرطبی جلد 18 صفحه 177، التبیان فی تفسیر القرآن طوسی جلد 10 صفحه 43، تفسیر مجمع البیان طبرسی جلد 10 صفحه 46 و 47. جناب آیت الله، اول اینکه انگیزه همدست شدن عایشه و حفصه رضی الله عنهما در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محبت ایشان با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود، نه بغض و عداوت ایشان با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همچنان که از سبب نزول آیات هویداست و هر عقل سالمی آن را درک می کند. دوم اینکه ما صحابه رضی الله عنهم را معصوم نمی‌دانیم. آنها در مدرسه نبوت میزیستند و هرگاه اشتباهی از یکی از آنها سر میزد با آیات قرآنی و یا دستورات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تذکر داده میشد تا متوجه اشتباه خود شده و به حالتی بهتر از حالت اول برگردد. و آنچه از عایشه و حفصه رضی الله عنهما سر زد اشتباهی بود که توسط آیه سوره تحریم اصلاح گشت. سوم اینکه باید بدانیم که قرآن کریم در امور زیادی روش تشویق و تهدید را به کار میبرد
تا انسان مسلمان پیوسته در میان خوف و رجا بوده و از عذاب الهی هراسان باشد و از رحمت الهی ناامید نگردد و این یکی از مقاصد فرستاده شدن پیامبران علیهم السلام بوده است. الله متعال می‌فرماید: رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل وکان الله عزیزا حکیما. پیامبرانی مژده‌رسان و بیم دهنده برانگیختیم تا مردم پس از ارسال پیامبران عذر و بهانه‌ای در برابر الله نداشته باشند و الله غالب با حکمت است. و آیات 10 و 11 سوره تحریم از این قبیل است که در ابتدای آن اسلوب ترهیب و سپس اسلوب ترغیب به کار برده شده است که روایت امام قرطبی رحمه الله به آن اشاره دارد. چهارم این که شما که عایشه و حفصه رضی الله عنهما را به زن نوح و لوط تشبیه می کنید، آیا سرنوشت عایشه و حفصه رضی الله عنهما همچون سرنوشت زن نوح و لوط علیهم السلام بود که با نزول عذاب الهی به هلاکت رسیدند، و یا همچون سرنوشت زن فرعون و مریم بنت عمران شد که با ایمان و عزت از دنیا رفتند؟ بدیهی است که تاریخ صحیح گواه است که عایشه و حفصه رضی الله عنهما یادآور آسیه و مریم علیهم السلام بوده و هستند. پنجم این که به یقین عایشه و حفصه رضی الله عنهما تا آخر عمر همسران رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند و اگر به زعم باطل شما این دو محبوبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مانند زن نوح و لوط علیهم السلام کافر می بودند، پس باید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را طلاق می دادند، چون الله متعال می فرماید: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. و زنان کافر را در همسری خیش نگه ندارید. این حکم در امتهای قبلی وجود نداشت و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امتش مخاطب این آیه قرار گرفتند. آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حکم این آیه عمل نمودند؟ قضاوت با شماست.